سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 5 سپتامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. به ضد رئیس نویه رشت پرونده جنایتی گشودند. از روسیه یاد گرفتند اخراج 30 مهاجر تاجیک و ازبک از قزاقستان. پذیرای احمد مسعود در پارلمان روسیه، آیا کرمل دیدگاهش به رژیم طالبان را تغییر می‌دهد؟ این آسایشگاه است یا محبس؟ واکنش به عکس کیف و صفای گنرال زندانی. هلاکت 6 نفر در 5 صدمه روزهای 1-2 سپتامبر. و اکنون تفصیلات خبرها. داستان کل تاجیکستان به ضد رحیم جان مقیمی، رئیس نویه رشت، با اتهام غیر قانونی جدا کردن قطعه زمین و گرفتن پاره پرونده جنایتی گشوده است. در این باره داستان کل تاجیکستان یوسف رحمان در حسابات رسمیش به پرزیدنت امامعلی رحمان درباره وضع تأمینات ولایت قانون و ترتیبات حقوقی در کشور در نیمه اول سال 2023 خبر داده است. در این سند که تحت رقم 7/2762 از 7 ایول سال 2023 ارسال شده، یک نسخه آن تازه 5 سپتامبر سال 2023 به دست اداره پایگاه خبری بامداد رسید. مقیمی در نزدیک 50 حالت به گرفتن رشوه به مبلغ بیش از 5 میلیون سومانی عیبدار می شود. این حسابات اساساً جنایت‌های مربوط به غیر قانونی تقسیم کردن و خرید و فروش قطعه زمین را در بر میگیرد. داستان کل یوسف رحمان می نویسد در نیمه اول سال نسبت به 155 منصبدار از جمله 5 کارمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، 4 معمار، 12 کارمند کمیته زمین، 17 کارمند MBTI، 17 رئیس و زمینساز جماعت‌ها، 7 رهبر خواجگی دیقانی برای غیر قانونی دادن زمین، ساختکاری حجت‌ها و قلوبی پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شده. 12613 هکتار زمین‌های خودسرانه اشغال شده یا غیر قانونی تقسیم شده به حالت اولش برگردانیده شدند. یک مثال برجسته در حسابات داستانی کل درباره رئیس نویه رشت است. مثلا رئیس نویه رشت مقیمی با استفاده از وکالت‌های خدمتیش در سالهای 2019-2022 به واسطه رئیس جماعت دیهات هوید عباس‌زاده از 2 نفر مبلغ 29,000 سومانی گرفته به آنها از زمین‌های تعینات کشاورزی نویه غیر قانونی در میدان 033 هکتار زمین نزد اولگی جدا کرده است. همچنین نامبرده در سالهای 2022-2023 از شخصان علایده در 44 حالت، از این در 42 حالت برای جدا نمودن میدان 371.6 هکتار زمین به واسطه رئیس کمیته اداره زمین نویه جباروف مبلغ 228,000 سومانی و $3,000 امریکایی در 2 حالت برای جدا نمودن میدان 611 هکتار زمین به واسطه یاردمچی رئیس نویه کبوتوف مبلغ 30,000 سومانی. این چنین برای ساختمان هر گونه انشاءات و کارخانه‌های استحصالی مبلغ 287,000 سومانی و $1,000 امریکایی گرفته است. وابسته به حالت مذکور نسبت مقیمی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. رئیس کمیته زمین نویه رشت علی مردان جباروف که در حسابات داستانی کل ذکر شده است، ماه می سال 2023 از سوی کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی با اتهام غیر قانونی فروختن قطعه زمین و گرفتن و دادن پاره دستگیر شد. رحیم جان مقیمی که 61 سال دارد و در گذشته سالهای زیاد در اداره انداز و سپس به حیث رهبر شعبه مالیه نویه رشت کار کرده است، سال 2019 رئیس این نویه تعیین شد. وقتهای آخر نام او در رابطه به چندین ماجرای کرپسیونی اساساً با اتهام گرفتن رشوه ورد زبان رسانه ها شده است. به بالای این مقامات امنیتی آشکار کردند که 2 جیان او نبیره های امکویش علیف نورعلی سفرعلیویچ سال تولدش 1999 زاده دهه دوبه جماعت تگوبه و نبیف سلیمان سیمومینوویچ سال تولدش 1996 هنوز سالهای 2014 و 2015 به سوریه رفته به صف سازمان‌های تروریستی داعش پیوستند. اما ماجرای کرپسیونی رحیم جان مقیمی به سر خود یک داستان علیحده است. همراه به حسابات داستانی کل به دست اداره بامداد همچنین متن بیانات رئیس جماعت هویت نویه رشت دلشاد عباس‌زاده رسید که او در بیاناتش مو به مو نوشته است که هر مو به رئیس نویه به طور مستقیم و یا به واسطه
رئیس دستگاه، یاردمچی و دیگر افراد نزدیکش چقدر پول یا مسئولیتی همچون دالیای رئیس می سپارید. سال 2021 برای میمانان 5000 سومانی، یک فلاگ اصل، یک گوسفند، جمع 8800 سومانی. سال 2020 دو گوسفند، 10 قوب کارتوشکا، جمع 5500 سومانی. ماه مارت سال 2020 یک گاو به مبلغ 6000 سومانی، دو گوسفند 4000 سومانی، 5000 سومانی، جمع 15000 برابر دستگاه سپاریدم. ماه مای سال 2020 29000 سومانی خرج کرده برای رئیس نویه کارتوشکا شنوندم. سپتامبر سال 2019 13000 سومانی، 10 کیلو گلمویی برابر دستگاه سپاریدم. نوامبر سال 2019 15000 سومانی، 2 تونه کارتوشکا برابر دستگاه سپاریدم. جمع مبلغ‌های سال 2019 143900 سومانی را در بر میگیرد. دلشاد بازوده حالا مدیر شعبه معارف نویه رشت است. او سال 2020 به این منصب تعیین گردید و ماه ینور با طلب رهبر دستگاه رئیس نویه رشت برای این منصب 100000 سومانی پاره داد. طوری می‌دانیم رهبر دستگاه خال محمد ارتقوف را هنگام گرفتن پاره کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیا دستگیر کردند، ولی اخیراً دادگاه او را همگی 60000 سومانی جریمه بسته از جوابگری آزاد کرد. ماه ینور همراه با رهبر دستگاهش رحیم جان مقیمی را نیز حبس کرده بودند، ولی او آن وقت توانست پشتیبان‌های پرنفوذش را در دوشنبه به کار انداخته خود را از جوابگری خلاص کند. به بالای این مقیمی وکیل مجلس ملی بوده از مسئولیت وکیلی برخوردار است. هنوز معلوم نیست که آیا نفوذ دادستان کل برای متقاعد ساختن وکیلان مجلس ملی به بیکار کردن مسئولیت وکیلی رئیس نویه رشت و به جوابگری کشاندن او کفایت میکند و یا این بار هم پشتیبان‌های او در دوشنبه زور میبرایند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زخارова در رابطه با سفر یک هیئت جبهه مقاومت ملی افغانستان به مسکو و پذیرفته شدن نمایندگان این گروه ضد طالبان در دومای دولتی روسیه گفته است که هرچند روسیه مناسبت‌هایش را با حاکمان کنونی افغانستان بدون اعتراف رسمی حکومت طالبان ادامه می‌دهد، ولی در عین زمان حاکمان کنونی کابل و نمایندگان اقلیت‌های قومی آن کشور به مکالمه با هدف تشکیل حکومت در واقع فراگیر دعوت می‌کند. ماریا زخارova در شهر بازدید احمد مسعود از مسکو و ملاقات او با سرگئی میرونوف رهبر حزب سپراودلی و روسیه گفت مسکو به همکاری‌های عملی با حکومت کنونی افغانستان بدون مربوط کردن این تمایل به اعتراف رسمی این حکومت ادامه می‌دهد. این حکومت تا 2 سال در قدرت قرار داشتنش توانایی خود برای تحت نظارت نگاه داشتن وضع کشور و تامین ثبات سیاسی در داخل را نمایش داد. با این وجود روندهای سیاسی در داخل کشور تا حال طبیعت بی بازگشت پیدا نکردند. خطرهای جدی مربوط به تهدید تروریسم حل نشده باقی میمانند. در صورت به شکل ناخوشایند پیش رفتن این وضع از این حالت می توانند سازمان‌های بین المللی تروریستی پیش از همه داعش که نقشه به خارج از افغانستان از جمله به آسیای مرکزی گسترش دادن دامن فعالیت‌های خود را در سر دارد سوء استفاده کند. با در نظر داشت این همه کابل و نمایندگان اقلیت‌های قومی افغانستان را به مکالمه به خاطر تشکیل یک حکومت در واقع فراگیر که منفعت‌های همه گروه‌های اساسی قومی و سیاسی کشور را انعکاس کرده توانند فعالتر ساختن مبارزه با تروریسم و کشت و قاچاق مواد مخدر و رعایت حقوق و آزادی‌های اصلی انسان دعوت می‌کنیم. پس از ملاقات احمد مسعود با سرگئی میرونوف، مطبوعات روسیه برای نخستین بار در مسکو و آن هم در پارلمان روسیه حضور پیدا کردن این رهبر جبهه ضد طالبان را سنساسیون سیاسی نامیده از تغییر سیاست کرمل نسبت به طالبان حرف میزنند. کارشناس مسائل سیاسی آسیای میانه و افغانستان اندری سرینکا در یک تحلیل در نشریه نزاویسیمای گازتا چرخ موقع مسکو در قبال طالبان را به چالش کشیده نوشته است حضور مسعود در پارلمان و ملاقات او با سیاستمداران روس گواه آن است که مسکو روند به رسمیت شناختن جبهه مقاومت ملی افغانستان را آغاز کرده است. همچنین مؤلف تاکید می نماید که روسیه پس از
به سر قدرت رسیدن گروه طالبان برای اولین بار رهبر گروه مسلحه را پذیرایی میکند که در داخل افغانستان به ضد طالبان در جنگ است. بعضی کارشناسان سفر احمد مسعود به مسکو و حضور او در پارلمان روسیه را آغاز رابطه‌های رسمی میان کرمل و جبهه و یک قدم مهم برای مقاومت مسلحانه علیه گروه طالبان مینامند. ولی نیکیتا مینکوویچ رهبر مرکزی تحقیقات اوراسیا میگوید فعلا دشوار است که در مورد سیاست پیشگرفته کرمل خلاصه برآوری کنیم. مسکو در ماه‌های نزدیک میزبان انجمن می شود که در نظر است در آن کشورهای آسیا میانه با طالبان وارد گفتگو شوند. از این رو باید منتظر شد که در آن انجمن چی خواهد گذشت. رسانه‌های نزدیک به حزب سپردلی و یرسی نوشتند که در دیدار خود میرونوف با مسعود مسائل تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان، مبارزه علیه مواد مخدر، افراطگرایی و تروریسم، تحقیق استقلالیت افغانستان و ثبات در این کشور را بررسی کردند. سرنگ قید میکند که روسیه امروز به شخصیت‌های چون مسعود و یاسین احتیاج دارد. از این رو در کرمل درک نمودند که به همکاری استراتژیکی با جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان برای تامین امنیت در داخل خاک تاجیکستان که پایگاه نظامیش در دوشنبه است نیاز دارد. همچنین در این مسئله منفعت کرمل و رهبران جبهه یکسان است. از این رو مسکو با پشتیبانی سیاسی و نظامی از این دو جبهه میتواند به طالبان فشار بیاورد. از سوی دیگر وابستگی اقتصادی طالبان از امریکا مسکو را وادار کرده است که تا در سیاست خود نسبت به این گروه بازنگری کند. مسکو اکنون میخواهد با گروه‌های مختلف در داخل افغانستان رابطه برقرار نموده در بازی بزرگ که 100 سالها دوام دارد برنده شود. نیمه دوم روز یکشنبه 3 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 16:00 دقیقه در یک ساختمان در محله کراکالی در شهرک اوسلوگای نویه کنگیسیپ ولایت لنینگراد روسیه بین دو مهاجر تاجیک مناقشه برخاسته. یکی از آنها دومی را دو ضربه کار زده است. منبع نشریه محلی سورکسدموی کانال در پلیس خبر داد که جبر دیده را با زخم‌های کورد در نویه شکم و پشتش بستری کردند و طبیبان وضع او را سنگین ارزیابی میکنند. جبر دیده 24 سال داشته سال 2021 شهروندی روسیه را به دست آورده بوده است. با اتهام قصداً رسانیدن آسیب وزنی به سلامتی یک شهروند 25 ساله تاجیکستان که ماه اپریل سال جاری با نیت کار به روسیه آمده بود دستگیر شده است. از او یک کرد قدشونده را مصادره کرده به زیدش پرونده کشادند. به مهاجر تاجیک بر اساس ماده 111 کودکس جنایتی روسیه تا 8 سال زندان تهدید میکند. بنا به خبر دیگر یک نابالغ از تاجیکستان در یک ساختمان در شهر پتربورگ معیوب شده است. بنا به اطلاع خبرگزاری محلی اپراتیو پریکریتی شهروند 16 ساله تاجیکستان شام 1 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 23 دقیقه در حالت وزنین با جراحت کاسه‌خانه و مغز سر در بیمارستان مارینسکایا بستری کردند. او را از تانکوچه توچکوف خانه 17 به بیمارستان آوردند. بنا به اطلاع نشر شده تقریبا ساعت 20:00 دقیقه تجهیزاتی که مسئولای ساختمانی را برای ترمیم بام این بنا به بالا می برآورد ناگهان کنده شده است و از آن صندوق بارکشی با تمام مسئولیتش به زمین سرازیر شده. این نورس تاجیک را که از بخت بعدش همان لحظه در پایان بود پخش کرده است. گفته می شود این نورس ماه اکتبر سال 2022 به روسیه آمده در اینجا حق اقامت داشت. حق اقامت او ماه فوریه سال 2023 به انجام رسیده بوده است. حالا باید پلیس از جمله این پهلوی مسئله را هم معاین کند که این نابالغ در آن ساعت در محله ساختمان چه کار میکرد. ولی جامعه شناسان وقتهای آخر از خیلی جوانتر شدن سن آغاز مهاجرت کاری بانگیستی را میزنند و میگویند در کشورهای شوروی سابق تا رفت شماره آنهای میافزاید که حتی مکتب میانه را به پایان نرسانیده به مهاجرت میروند. نشر عکس کیف و صفای گنرال قزاق در داخل زندان موج واکنش‌ها را به بار آورده است. این عکس بحث برانگیز گنرال سیریک کودوبایف در داخل زندان عکس برداری شده. چگونه که دیده می شود او با چندین نفر
گمان می رود از دوستانش و یا محبوسانند در سر یک دسترخوان پر از نوز و نعمت نشستند. عکسی در زندان هم با کیف و صفا ادای حکم کردن گنرال کودیبایف که با جرم شکنجه و سوء استفاده از منصب ادای جزا می کند شهروندان قزاقستان را به خشم آورد. بسیاری ها نوشتند که این عکس گروهی و در سر دسترخوان ایدانه پر از نوز و نعمت گرفته گنرال بیشتر به استراحتگاه شباهت دارد نه به زندان. قسم دیگری از نابرابری اجتماعی در زندان‌های قزاقستان شکایت کردند. بنا به گفته آنها در بعضی زندان‌ها حتی در یک ماه یک مرتبه فرستادن خوراک و لوازمات بداشته به نزدیکانشان که با سبکترین جرم زندانی شدند اجازه داده نمی شود. به آنهایی که با جرم‌های سنگین چون شکنجه و فساد هدای جزا می کنند در داخل زندان استراحتگاه تشکیل کردند. ولی وزارت کارهای داخلی قزاقستان در شرح خود در مورد این عکس گفته است که محبوسان حق دارند در شکل بسته یا پسیلکه از نزدیکان خود مواد خوراک دریافت کنند و همچنین اجازه دارند که در داخل زندان در مکانهای مخصوص در وقت خولگی خود خوراک خود را استعمال کنند. به نوشته خبرگزاری روسی سپوتنیک قزاقستان در عکس گنرال با دیگر زندانهایی که همش سابق کارمندان حفظ حقوق بودند روز سرقانون قزاقستان را جشن گرفتند. روز قانون اساسی قزاقستان 30 آگوست است. گفته می شود عکس در زندان رقم 22 که در ولایت قزاقستان شرقی جاگیر است عکس برداری شده است. سپوتنیک خبر داد که فعلا با اتهام استفاده از تلفن موبیلی در داخل زندان و پوشانیدن دوربین‌های نظارتی محبس تفتیشات آغاز شده است. سری کودیبایف از ماه ینور سال 2020 تا ماه ینور سال 2022 در منصب سردار پلیس ولایت الماتا اجرای وظیفه کرده است. پس از نارامی‌های ماه ینور سال 2022 در قزاقستان به ضد او با اتهام سوء استفاده از منصب پرونده جنایی باز شده بود. 28 اپریل سال 2023 دادگاه شهری تلج قرغان گنرال مایور سری کودیبایف را با اتهام سوء استفاده از منصب و شکنجه شهروندان هنگام حادثه‌های ینور سال 2022 به مدت 10 سال روانه زندان نمود. علاوه بر این 18 ایول سال جاری دادگاه ولایت الماتا کودیبایف را برای غیر قانونی عبور کردن مرز قزاقستان باز به 6 ماه زندان محکوم کرد. همین طور پس از پرداخت مبلغ 1,752,000 تنگه گنرال مایور سری کودیبایف باید 10 سال و 3 ماه دیگر در زندان باقی بماند. تماشابینان عزیز یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. شیرالی جورایف هنرپیشه مردمی ازبکستان و تاجیکستان یکی از مشهورترین آوازخوان‌های منطقه آسیای مرکزی روز 4 سپتامبر سال 2023 در سن 77 در شهر تاشکند از عالم چشم پوشید. علت مرگ هنرمند معروف مشخص گفته نشده است. وزارت فرهنگ ازبکستان تنها گفت که شیرالی جورایف چند وقت باز بیمار بود. در نامه تسلیت با امضای پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف سروزیر رئیسان هر دو پالات پارلمان و وزیر فرهنگ این کشور نشر شد. گفته می شود که فرهنگ و هنر ازبکستان به تلفات سنگین دچار شد. نماینده برجسته هنر آوازخوان ملی، استاد اکثر استادان فرهنگ، آوازخوان محبوب میلیون ها، هنرپیشه مردمی ازبکستان شیرالی جورایف پس از بیماری طولانی در سن 77 درگذشت. خاطره اینه که این استاد نوتکرار هنر، انسان پاک و خاکسار و استاد غمخوار و سختگیر جوانان همیشه در یاد ما خواهد ماند. شیرالی جورایف 12 اپریل سال 1947 در نوع لنین در ولایت اندیجان به دنیا آمده. سال 1971 دانشکده تئاتری و هنری شهر تاشکند را ختم کرد. او ابتدا در انسامبل شادلیک، سپس در فیلارمونیای ولایتی اندیجان و فیلارمونیای دولتی ازبکستان، بعداً در اتحادیه ازبک کنسرت کار کرده. سالهای 1990-1995 وکیل پارلمان ازبکستان بود. در دوران حکمرانی اسلام کریموف شیرالی جورایف بر روی خط سیاه افتاده بود و ترانه های او را در رادیو و تلویزیون های ازبکستان نشر نمی کردند و او به کنسرت های رسمی دعوت نمی شد. تنها بعد مرگ کریموف در سال 2016 شیرالی جورایف دیگر باره برای فعالیت کاملی هنری حق پیدا کرد. سال 2018 در کنسرت دوستی
که در دوشنبه به شرف نخستین سفر پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف به تاجیکستان برپا کرده شد، شیرالی جورایف امروی دوستش هنرپیشه خلقی SSR جورابک مرودوف ترانه را با نام دوستی اجرا کردند که خاطرماندترین ترانه اون کنسرت شد و مدت زیاد در میان ترانه های از همه پرتماشابین بود. از بس که هر دو هنرمند در کشورهای خود در رویخطهای سیاه بودند، آوازه های برخواسته بود که گویا شیرالی جورایف اسم دوستش را در بین هنرمندان تاجیک به کنسرت دوستی دعوت شده ندیده به دعوت او پایفشاری کرده است، ولی خود جورابک مرودوف گفته بود که برعکس او پایفشاری کرد تا نام شیرالی جورایف را از روی خط سیاه در ازبکستان بیرون کرده به شورابینی دعوتش کنند. شیرالی جورایف سالهای آخر رهبر شورای بنیاد جمعیتی هموطنان هم بود که این بنیاد برای تحکیم رابطه ها با هموطنان برون مرزی تأسیس یافته است. شیرالی جورایف برای خدمتهایش سزاوار عنوانهای هنرپیشه مردمی ازبکستان و تاجیکستان، جایزه دولتی به نام علیشیر نوایی، اردنهای برای خدمت فداکارانه و افتخار وطن شده است. شیرالی جورایف از خود یک مکتب بی‌نظیر آوازخوانی، بیش از 600 ترانه شاکار و 5 فرزند، 2 پسر و 3 دختر به میراث گذاشت. پسران شاجهان جورایف و ظاهرشاه جورایف نیز پیشه پدر را پیش گرفته آوازخوان شدند. پلیس شهر الماتو 3 شهروند تاجیکستان و ازبکستان را با جرم ویران کردن قانونهای مهاجرت از قلمرو قزاقستان اخراج کرده است. پایگاه خبری پلیسیا کیزت خبر داد که کارمندان پلیس این 3 نفر را روز 3 سپتامبر سال 2023 در اتوبوس مخصوص بار کرده به گذرگاه ژبک ژولی در مرز قرقیزستان با ازبکستان آوردند و از همین گذرگاه از قزاقستان بیرونشان کردند. گفتن است که این گذرگاه در فاصله تقریبا 800 کیلومتر از شهر الماتو جایگیر شده است. در خدمات مهاجرت الماتو گفتند که این مهاجران غیر قانونی را در جریان رید ویژه به نام اوچاستک که در شهرهای بزرگترین و پایتخت سابق قزاقستان 18 روز ادامه داشت معین و دستگیر کردند. سردار اداره مهاجرت دپارتمنت پلیس الماتو استخ بوتونچینوف در شرح نتیجه های رید گفت طی 18 روز در شهر 2380 دولت ویران کردن قانونهای مهاجرت آشکار کرده شد. از این شمار 813 قانون شکن خارجیان بودند. آنها را بر اساس ماده 517 کودکس قانون شکنی های ماموری قزاقستان به جوابگری ماموری کشاندند. 387 شهروند خارجی که حجت تصدیق کننده شخصیتشان را نداشتند در تحقیقگاه پلیس تحت بازداشت قرار گرفتند. نسبت به 349 شهروند خود قزاقستان هم که بود و باش قانونی خارجیان را تامین نکردند جزاهای ماموری اندیشیده شدند. قزاقستان که کشور سرشار از معدن‌های طبیعی با شمول نفت و گاز و از نگاه صنعتی نسبت به دیگر کشورهای آسیای میانه پیشرفته به شمار می رود، بعد روسیه به دومین بازار بزرگ کار برای مهاجران کاری از این منطقه از جمله برای مهاجران از تاجیکستان تبدیل یافته است. یک قسمی مهاجران در قزاقستان 10,000 تن از زادگان آسیای میانه که به دلایل مختلف از جمله برای ویران کردن قاعده‌های مهاجرت از روسیه رانده شده و از حق عبور مرز این کشور برای چند سال محروم گردیدند و به این دلیل خود را به بازار کار قزاقستان میزنند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از غرق شدن یک کودک 4 ساله در نویه دنقره خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد 3 سپتامبر سال 2023 ساعت 18:25 دقیقه خبر رسید که در قلمرو دهه باغپرور جماعت دیوت صفابخش نویه دنقره ولایت ختلان یک طفل 4 ساله از بینظارتی والدان هنگام بازی در کانال دیه در آب غرق شد. به جای حادثه نجات ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت ختلان فرستاده شدند و بعد بیش از 3 ساعت جستجو همراه ساکنان محلی جسد کودک را پیدا کرده به والدانش سپردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده با اظهار همدردی به پیوندان این طفل غورمرگ بار دیگر از ساکنان خواستند که فرزندان خردسال خود را هرگز به نظارت نگذارند، زیرا به نظارتی در اکثر موارد باعث چنین حادثه‌های ناخوش شده عمر داغ در دلها می‌گذارد. بنا به امور رسمی کمیته حالتهای فوق‌العاده در نیمه اول سال 2023 در کول و دریا و کانال‌های تاجیکستان 87 نفر از جمله 46 کودک و نورس تا سن 16 غرق شدند. سال گذشته در جمهوری 160 نفر از جمله
80 کودک و نورس غرق شده بودند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که طی 2 روز یکم و 2 سپتامبر سال 2023 در 5 صدمه در ایثار استرافشن، نورک، خوجند و پنجکند دست کم 6 نفر جان باختند. از جمله شب 2 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 02:00 دقیقه راننده ماشین تمغه مرسدس بنز رامونوف اولوغبک سال تولد 1997 ساکن شهر ترسونزاده هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر ترسونزاده در حدود جماعت دیوت نواباد شهر ایثار از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده در کنار رود چپه شده است. در نتیجه مسافر ماشین مذکور عمروف سنت الله سال تولد 1991 ساکن شهر ترسونزاده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده ماشین مذکور رامونوف نیز جراحت‌های وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودند در راه به هلاکت رسیده است. شب 1 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 22:40 دقیقه راننده ماشین تمغه مرسدس بنز نگماتوف خورشید سال تولد 1980 ساکن نوی باباجان غفوروف هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق واقع در کیلومتر 226 در دهه یکباغ جماعت دیوت پشکند شهر استرافشن از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت رو برآمده به ماشین تمغه دف تحت دوره راننده اودینای جامی سال تولد 1980 ساکن نویه مشچو برخورده است. در نتیجه مسافر ماشین تمغه مرسدس رستموف نعیم بای سال تولدش 1967 ساکن نویه باباجان غفوروف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. صبح 2 سپتامبر سال 2023 تخمین ساعت 06:35 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا رجبوف امیرعلی سال تولدش 1988 ساکن نوی مومن آباد هنگام حرکت از سمت شهر کولاب به سمت شهر دوشنبه در کیلومتر 5 حدود جماعت دیوت دکانی شهر نورک از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به چخوری 70 متر چپ شده است. در نتیجه راننده ماشین مذکور رجبوف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافران ماشین مذکور شهروندان کرخونو و بسونت سال تولدش 2000 ساکن شهر کولاب و ستاروف سید یوسف سال تولدش 1984 ساکن نوی واسه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. شام 2 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 23 دقیقه ماشین تمغه BMW اورونوف جمشید سال تولدش 2000 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت از سمت کوچه عینی به سمت کوچه رسولوف قاعده های حرکت رو رعایت نکرده در بالای خط پیاده‌گردان تنظیم نشونده پیاده‌گرد امام علیزاده سمندر سال تولدش 1993 ساکن نویه فرخور را پخش نموده است. در نتیجه امام علیزاده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته هنگام از جانب خود راننده به بیمارخانه دسترس نمودند در راه به هلاکت رسیده است. شام 2 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 19:20 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا کامری قربانوف شیرالی سال تولدش 1991 ساکن نویه شهر نو هنگام حرکت با شورای عینی پنجکند در حدود جماعت دیهات یوری شهر پنجکند از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد خرسال حضرت قلف میروبشو سال تولدش 2020 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خرسال حضرت قلف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 31 ساله و جوان 21 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت افباشی دستگیر کرده شدند. گمان بر شوندگان 2 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 09:30 دقیقه در کوچه زرافشان پایتخت از احسیات افباشی با یکدیگر مناقشه نموده سپس زن 31 ساله با کارد یک مرتبه به قفس سینه جوان 21 ساله زده است که در نتیجه جبر دیده جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. این چنین هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 35 ساله و مرد 33 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت افباشی دستگیر کرده شدند. نام بردگان 3 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 دقیقه در خانه استقامتیشان با هم دیگر
جنگ و جنجال نموده اساسیات افباشی یکدیگر را زیر لطوکوب قرار دادند. زن 35 ساله با کرد یک مرتبه به قفس سینه مرد 33 ساله زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامانی با عریضه زن 40 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه آگوست سال 2019 در کوچه جورای فیامین نویه زن 31 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او $12,000 امریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت جوان 18 20 مرد 33 و نوبالغ 17 ساله ساکنان شهر کانه بادام آغاز کرده شده است. نام بردگان شب 30 و 31 آگوست سال 2023 با راه پنهانی به خانه استقامتی مرد 54 ساله ساکن شهر مذکور در آمده. از آنجا اسباب‌های ساختمانی، یک عدد نوتبوک تمغه اسوس و 2 عدد بسته سیم را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 10,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.